درود دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. میریم سراغ قسمت دوم آموزش ماتریکس برای طراحی طلا و جواهرات. امیدوارم مثل همیشه اگر براتون مفید واقع شد این آموزش رو برای دوستانتون هم ارسالش کنید، شاید چراغ راهی برای اونها هم باشه. خب این جلسه در ابتدا میخوایم راجع به برگشت به عقب یا آندو کردن صحبت کنیم. برای مثال من دستوری رو اجرا میکنم، من یه پالیلاین رسم میکنم که آموزشش رو جلسه قبل دادم خدمتتون. حالا میخوام برگردم به مرحله قبل رسم این پالیلاین. از دکمه‌های کنترل به اضافه زد روی کیبوردم استفاده میکنم و به مرحله قبل برمیگردم. روش دومی که برای برگشت به مرحله قبل دارم اینجا سمت چپ نرم افزارم، این بالا یه فلش برگشت داره. اینم همون کار آندو یا برگشت به عقب رو انجام میده. حالا میخوایم برگردیم به مرحله بعد، بریم یه مرحله جلو. از دکمه‌های کنترل به اضافه وای روی کیبوردم استفاده میکنم یا روش بعدیش این فلش رو به جلو. اینم کار آندو رو برای من انجام میده. حالا من پاک کنم. توجه کنید من میرم اینجا دستور مثلا پالیلاین رو انتخاب میکنم، اجرا میکنم و ثبت میشه. میخوام مجدد از همون دستور قبلی استفاده بکنم. این بار برای اینکه دوباره برم روی این دستور اینجا کلیک کنم، از رایت کلیک روی موسم استفاده میکنم. با زدن رایت کلیک دستوری که قبلا اجرا شده مجددا اجرا میشه. دوباره من میتونم یه پالیلاین دیگه رسم کنم. این برای تمام دستورات صدق میکنه. یعنی من الان سینگل لاینم که جلسه قبل صحبت کردیم از اینجا انتخاب میکنم، اجراش میکنم، یه لاین میکشم. میخوام دوباره یه خط دیگه رسم کنم، رایت کلیک میکنم و دوباره دستور من اجرا میشه و من میتونم دوباره یه لاین دیگه رسم کنم. برای زوم این و زوم اوت کردن ساده از اسکرول روی موسمون استفاده میکنیم. اگر خواستیم زوم این و زوم اوت فست انجام بدیم، رایت کلیک میکنیم و دکمه کنترل روی کیبوردمون رو نگه میداریم. موس رو جلو و عقب که بکنیم به این حالت یه زوم سریع داریم. حالا چیز دیگه که میخوایم راجبش صحبت بکنیم این جلسه پن کردن هستش. پن یعنی با رایت کلیک، یعنی نگه داشتن دکمه راست موسم، میتونم صفحه‌مو جابجا بکنم همینجوری که میبینید. این کار رو بهش میگن پن کرد. مطالبی که الان عرض کردم خدمتتون قطعا توی مراحل طراحی کردن به ما کمک میکنه و ما حتما بهشون احتیاج. بریم سراغ دستور بعدی توی منوی کروز ها به اسم اینترپ کرو. اینترپ کرو به معنای منحنی خط هستش. یعنی شکست ما دیگه نداریم. انتخابش میکنیم، از همون نقطه شروع میخواد مثل جلسه قبلی که یاد گرفتیم با زدن F4 میریم کارمون از مرکز از نقطه 0 شروع میکنیم. یه ترپ کرپ میکشیم. ببینید منحنیه، من هر جوری که بخوام میتونم خطم رو بکشم. بیشترین تاثیرگذاری وقتی ببینید موسم رو من تکون میدم روی نقطه قبل و ما قبلش هستش. حالا من دارم رسم میکنم، نگاه کنید اشتباه میرم. میخوام مرحله به مرحله برگردم، میخوام خطم باشه فقط این دوتا مرحله ای رو که اشتباه رفتم به عقب برگرده. اگر کنترل زد کنیم کل خطهایی که تا الان کشیدیم رو به مرحله قبل برمیگردونه. ببینید برگردون کلا به مرحله قبلی و من دیگه اینترپتر ندارم. ولی اگر بخوام فقط یک مرحله به عقب برگردم، اینجا توی کامند بار آندو دارم.
باید از آندو کامند خود اینترپتر استفاده کنم. ببین وقتی من آندو رو میزنم یه مرحله عقب، آندو یه مرحله عقب. این فلش قسمت سمت چپ نرم افزار هم همون کار رو انجام میده، یعنی یه مرحله برمیگردونه به عقب. ببینید داره یک مرحله به عقب برمیگردونه. پس اگر ما یک مرحله رو اشتباه رفتیم دیگه نباید نگرانش باشیم. خیلی راحت میتونم یه اینترپتر رسم بکنم. حالا برای مثال میخوام یه قلب با این دستور رسم کنم. با زدن کلیک راست آخرین دستورم که همون اینترپتر بود و اجرا میکنم. F4 رو میزنم که از مرکز شروع بکنه و به این شکل خیلی راحت یه قلب رسم میکنم. کلیک راست میکنم که این طرفش ثبت بشه. دوباره کلیک راست برای اجرای آخرین دستور. F4 که از مرکز شروع بکنه. و قلب من رسم شد. دستور بعدی که میخوایم آموزشش رو ببینیم توی منوی کرف ها رکتنگل هستش که ما باهاش میتونیم مستطیل یا مربع رسم کنیم. این هم مثل دستورهای قبلی از همون نقطه شروع میخواد، ولی توی رکتنگل منظور نقطه برای شروع گوشه کار. وقتی ما F4 رو بزنیم از مرکز شروع میکنه. اولین عددی که بهش میدیم عدد محور X ها محور قرمز رنگ هستش و عدد دومی که بهش داده میشه برای محور Y هاست. این محور آبی رنگه. مثلا ما بزنیم 10 اینتر میره، حالا محور Y رو میخواد 20 اینتر. الان ما یه مستطیل 10x20 داریم. اگر صفحه سیپلین رو به 4 قسمت تقسیمش بکنیم، قسمت اول، دوم، سوم و چهارم. قسمت سوم همه چیز منفی هستش. پس اگه ما رکتنگل رو انتخاب بکنیم، گوشه رو بهش معرفی کنیم و اعداد منفی بهش بدیم، مثلا -10 اینتر، -20 اینتر، یه مستطیل توی ناحیه سوم سیپلین برامون رسم کنه. حالا اگر بخوایم این رکتنگلمون رو از مرکز رسمش بکنیم، یعنی از گوشه کار رسم نشه، رکتنگل رو انتخاب میکنیم. توی کامند بار سنتر رو کلیک میکنیم. F4 و این دفعه مستطیلمون از مرکز رسم شد. اینجا دیگه عدد مثبت یا منفی دادن معنایی نداره چون داره از مرکز رسم میشه. دستور بعدی توی منوی کرف ها بهش میگن سیرکل. سیرکل یعنی دایره. از همون نقطه شروع میخواد نقطه صفر یا همون F4 رو بهش معرفی میکنیم. اینجا توی کامند اگر ما دیامتر رو ببینیم یعنی بر اساس قطر هستش. اگر روی ردیوس بزنیم یعنی بر حسب شعاع. بهتر همیشه روی دیامتر باشه. مثلا ما بهش عدد 10 رو میدیم، اینتر میزنیم، یه دایره به قطر 10 برامون تشکیل میده. بعدی توی منوی کرفس ها الیپس هستش به معنای بیزی. روش کلیک میکنیم. از همون توی کامند دوباره نقطه شروع میخواد. F4 رو معرفی میکنیم. توی بیزی ما اگر موسمون رو روی محور X بگیریم از محور X شروع میکنه به رسم کردن. اگر روی محور Y بگیریم از محور Y شروع میکنه به رسم. حالا اول من رو محور X میگیرم موسم رو کلیک میکنم. ببینید بیزی من داره رسم میشه. دوباره کلیک و یه بیزی به من داد. حالا این بار میام روی محور Y کلیک میکنم. ببینید بیزیم رو محور Y به هم داد. دوباره کلیک و بیزی من رسم شد. دستور بعدی آرک دایرکشن هستش. ما این گزینه آرک رو فعلا توضیح نمیدیم. مراحل بعد با هم راجبش صحبت کنیم.
Art Direction به معنای کمان هستش. یه نقطه شروع از زمان خواسته. ببینید کامند رو Start of Art یه نقطه شروع. مثلا من اینجا رو بهش معرفی میکنم. End of Art خواست مثلا اینجا رو بهش معرفی کنم. کلیک میکنم و ببینید قوسش دست خودمه. موسم رو که جابجا میکنم قوس کمانم رو میتونم کم و زیاد کنم. مثلا اینجا کلیک میکنم. ببینید کمان من تشکیل شده. این قسمت که زیر ابزارها قرار گرفتن بهشون میگن 11 کامند. یعنی 11 تا دستوره که توی تمام منوهای ما، منوی ابزارمون مشترک عمل میکنن. اولیش دابلیکیت یا دوبلیکیت یا مالتی کاپی بهش گفته میشه، یعنی کپی چند تایی. برای درک عمل کردش من میام یه رکتنگل رسم میکنم. مثلا یه رکتنگل 10x10. خب انتخابش میکنم، روی دابلیکیت کلیک میکنم. ازم چی خواسته؟ point to copy from، یعنی از کجا شروع کنی به کپی کردن. F4 این نقطه 0 رو بهش معرفی میکنم. کلیک کلیک کلیک. ببینید هر چقدر که من کلیک بکنم برای من کپیش میکنه و با زدن رایت کلیک ثبت میشن این کپی های من. آلت برامون سینگل کپی انجام میداد ولی دابلیکیت برامون مولتی کاپی انجام میده. ببین من اینو الان بگیرم بکشم یه آلت بزنم یه دونه کپی میکنه دیگه انجام نمیده، ولی دابلیکیت چند تا کپی انجام میده. ویدیو رو طولانی تر نمی کنم تا همین قسمت که آموزش ها رو دادم خدمتتون تمریناتتون رو انجام بدید. اینا بیس مطالب هستن، خیلی کمک کنندن توی مراحل طراحی. لطفا تمرین کنید. سوالی داشتید من در خدمتتون هستم و همراه من باشید که تا اوج کنار شما باشم. بدرود و خدا نگهدار.